اهانت به جبرائیل علیه السلام. اینه قصه. جبرائیل وقتی متحیر مونده، در آغاز خلقتش خدا خلقش کرده، خدا بهش گفت که خدای تو کیست؟ نتونست جواب بده، متحیر. خدا امیرالمومنین رو آورد معلم جبرائیل، توحید را به جبرائیل یاد داد، توحید را به جبرائیل یاد داد. بینندگان محترم، غلو و زیاده روی در امام علی رضی الله عنه آخوندان رافضی را به جای رسانیده که از هیچ نوع اهانت در حق انبیا و فرشتگان علیهم السلام ابا نمی‌ورزند و امام علی رضی الله عنه را افضل و برتر از تمام انبیا، حتی انبیای اولوالعزم دانسته و ایشان را معلم بهترین ملائکه جبرائیل علیه السلام قرار می‌دهند، حال این که ایمان به فرشتگان رکن دوم از ارکان ایمان است و ایشان بندگان معصوم و گرامی الله متعال که هر یک دارای مقام و جایگاه معلوم هستند، چنانکه الله متعال درباره آنان می‌فرماید: و ما منا الا له مقام معلوم و انا لنحن الصافون و انا لنحن المسبحون. و کسی از ما نیست مگر آنکه جایگاه مشخصی دارد و همان ما به صف ایستادگانیم و بیگمان ما نیایش کنندگانیم. و بهترین و افضلترین آنها جبرائیل علیه السلام است که امین وحی الهی و واسطه بین الله متعال و پیامبران الهی علیهم السلام بودند که نامشان به نیکی در قرآن کریم ذکر شده است که دلالت بر جایگاه والای ایشان می‌کند. الله متعال می‌فرماید: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر کس که دشمن الله و فرشتگان و پیامبران و جبرائیل و میکائیل باشد، پس همانا الله دشمن کافران است. حال ما از این آخوندها میپرسیم: آیا جایگاه و مقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم والاتر است و یا جایگاه و مقام امام علی رضی الله عنه؟ هیچ شک و شبهه‌ای نیست که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از تمام مخلوقات و کائنات افضل و بهتر هستند. با وجود این، الله متعال جبرائیل علیه السلام را معلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مینامد. الله متعال می‌فرماید: إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. آن قرآن جز وحی نیست که بر پیامبر فرستاده می شود، ملکی بس نیرومند آن را بدو آموخته است. پس جبرائیلی که معلم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هستند، چگونه می شود که علی رضی الله عنه معلمشان باشند؟ آیا این اهانت به الله متعال و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و جبرائیل علیه السلام نیست؟ آیا الله متعال هنگامی که جبرائیل علیه السلام را آفرید قادر به این نبود که او را توحید بیاموزد؟ آیا این همان افراط و غلو در مورد امام علی رضی الله عنه نیست؟ براستی که علی علیه السلام چیزی با فرمودند: دو گروه در مورد من به هلاکت می رسند، یکی آن که در دوستی من غلو کند و دیگری در دشمنی من. آیا بهتر نیست بجای این خرافات دنبال روی راه علی رضی الله عنه باشیم که همان راه قرآن و سنت و راه صحابه رضوان الله علیهم است؟